سلام برای بکس، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به ویدیو امروز. همونطور که میدونید دیروز ما یک کانتنت جدید داشتیم. میمپکس قسمت اولش اومد و مطمئن الان که دارم این ویدیو رکورد میکنم میمپکس رو هنوز نذاشتم، ولی امیدوارم که خوشتون بیاد و مطمئنم که خوشتون میاد چون ویدیوش باحال شد. خودم نشستم دیدمش دو بار سر ادیت و اینا، نشستم دیدمش، ویدیوش باحال شد. امیدوارم که شما هم خوشتون بیاد. سعی میکنم هفته یه بار یا حالا 2 هفته یه بار میمپکس رو داشته باشیم. شاید ماهی 3 پارت رو 100% میذارم براتون. حالا این امروز هم یک کانتنت جدید داریم و این کانتنت هم سعی میکنم نگه دارم که به صورت هفتگی یا همون ماهی 3 بار 4 بار بذارمش توی کانال. اگه مشکلی پیش نیاد، چون راجب چیترها و ایناست ممکنه یوتیوب گیر بده و از این داستانا پیش بیاد، ولی خب فعلا حالا اوکی، میریم جلو ببینیم چی میشه، چون که ما خودمون چیت که نمیخوایم بزنیم، چیت بقیه رو میخوایم ببینیم و اصلا معرفی و این داستانا نیست، تبلیغ و معرفی این داستانا نیست. توی گیم هم فقط داریم میبینیم چطوریه کسایی که چیت میزنن، پوشون چجوریه. به هر حال امروز هم میخوایم بریم ببینیم چیترها چجوری بازی میکنن و کسایی که میزنن استریمرهای خودمونن و قرار فشاری بشن. پس کانتنت امروزمون میشه فشاری شدن استریمرها توسط چیترها. بدون معطلی این ویدیو رو بکنید، سابو زنگ چنلتون رو بیاریم سراغ چیترها. اوه ببین ویدیو با کی داره شروع میشه. وات؟ ویدیو با شیو هم داره شروع میشه. پشمان فشار. وای آشغال، تو فازشو نمیفهمم. با چیت میای اسپم فینیشینگ میزنی، فشار خوردن شیت فقط. Every fucking time. This game is fucking trash. This game is fucking trash. It's fucking trash and they fucking died. And this noob is getting fucking boosted. Oh no, he's cheating himself. Fuck this game, man. چیت G7 و شارژ رایفل خدا. This game is fucking dog shit. Didn't I fucking tell you guys that this game is fucking trash and that we're gonna run into a cheetah or fucking DDoS? This game is fucking trash. My god, man. Holy shit. لابی پرده یعنی آپریز. وای این چیت شارژ رایفله. عاشق چیت شارژ رایفلم. نگاه کن چه جور داره میزنه. وای این چیه؟ این چیت شارژ رایفل فکر کنم سیزن 6 بود 7 بود، نمیدونم دقیق کی بود. توی ورزج قدیمی بود. وای تیراش هم بالاخره تیر زد. تیراش تموم نمیشه، شیلش هم قرمز شد، کشت یارو رو. پشمام. لایفلاین تیمیتش داره تیر میزنه بهش. چقدر رو مخ. آشغال کثافت. همون سیزن 6 و اینا بود فکر کنم. تازه ورزش رمپارت اومده بود، تازه اون دوتا لوکیشن رمپارت اومدن. بیگ ماد هنوز نیومده بود، نمیدونم. چه صافت آشغال. بسه. چه اتفاقی داره میفته؟ آخ یه نفر بالاخره با لانگو زده. فاینال باس به قول آفریز. بالای جامپ تاور ایستاده بود. پشما. بازم لابی پرد. همه چیتا تو لابی پردن. شارژ رایفل باز. وای در رو ببین، فرار کن، اینجا نمون. یعنی بگیره روتون با اون شارژ رایفل تموم. این
Ой, блядь, ЕМП тотем нахуй пошел. نگو Аллахи. Better luck next چه time. سمیه این Хапай хультой убил, блядь. No fucking way نگاه کن موومنتو نگاه کن 14 تا کیلم گرفته بود با چیت نگاه وای چیت دوشن چقدر رو مخه چیتش از این آشغالیاست ناکجا آباد میزنه وای این که شارژ رایفل دستشه که تابلوه چیته اسپیدک هم داشت وای ترکیبی همه چیتا رو میزنن نگاه کن چقدر نوب که با چیت بمیری وای چقدر میتونی نوب باشی که با چیت بمیری وای خدا مگه میشه بگذاریم هشمو چیتای سیزن 1 و 2 بودا What the hell چیت اسپیدفایر که دیگه اسپیدفایر همینجوریش چیته دیگه فرق تو ریکویلش هم گرفته بشه ترکیبی داره میزنه چیت جی 7 و اسپیدفایر هشمو بی خیال بابا کجا داره کشیده میشه این گیم گوه سوید خودش یه پات چیته ها چیتره داره میاد سویت بهشون گفت وان وی وانه برید بزنید 2 نفرید ولی نمیدونن که طرف چیتره I'm coming to double knock for you. No, you're Gibby, you can't. Wow. Fat ugly loser, dude. 180 تا دمیج با 7 تا تیر 7 تا هدشات زده Yeah, the guy. فکرشو بکن Yeah, double. It's funny because you know that dog shit bloodhound that just full sent. آلبرام صداش میاد داره فشار میخوره I had to give you 107. Actual fucking trash can. یادش بخیر اون زمان مستر شدن دهنت سرویس میشد تا مستر چیت بعدی بکنم چیت آخر باشه آره معلق چیت شارژ رایفل به علاوه معلق حالا اون یارو رو جام تاور معلق میمونه این خود این هوملندر داره بازی میکنه اوجی قشنگ هوملندره رو هوا معلق میشه نگاش کن رو هوا معلقه بعد لیزر شارژ رایفل هم داره پشمام خود هوملندره خب بچه‌ها دمتون گرم که میدونم تا آخر اومد تماشا کردید این بود از پارت اول کانتنت جدید دیگه‌مون که پو چیترها رو میخوایم ببینیم سبکای دیگه‌ای هم هستن که مثلا یه گیم پلی فول از یه چیتر میبینیم حالا فعلا اینطوری بریم تقابل استریمرها با چیترها یا بهتر بگم فشاری شدن استریمرها توسط چیترها فعلا این کانتنت رو بریم تا برسیم به اون قول مرحله آخر که میخوام یه گیم پلی بذارم براتون کامل فول گیم پلی از یه نفر که طرف اولمش تا آخرمش داره چیت میزنه ببینیم فعلا چطوری پیش میره مشکلی پیش نیاد چون راجب چیت و اینا ویدیو ساختن یکم ممکنه مشکل درست کنه به هر حال دمتون گرم مرسی که ویدیو تا آخر با من تماشا کردید لایک و ساب و کامنت یادتون نره دوستتون دارم و تا ویدیو بعدی خدا نگهدار